سلام، من لینگی هستم. اگه فکر میکنی گرامر از اون درساییه که مغزتو مثل پازل 1000 تکه میکنه و کتابهای زبان هم مثل کتابهای طلسم‌های باستانی هستن، خب تنها نیستی. اگه تو هم از دیدن کلمه past perfect continuous دچار تپش قلب میشی یا از اینکه معلم زبان با یک لحن خواب‌آور میگه Open your books to page 32. خوابت میبره. خبر خوب اینه که دیگه وقتشه همه اینا رو بندازی دور. من اومدم تا بهت نشون بدم که یادگیری انگلیسی مثل خوردن آبنبات چوبی شیرین و آسونه. اینجا توی این کانال قراره با روش‌های باحال و خفن زبان رو یاد بگیریم، نه از روی کتاب، نه با درس‌های کسل کننده. فقط با دیدن چیزایی که دوست داری، مثل انیمه، فیلم، گیم و میم. قراره کاری کنیم که زبان انگلیسی رو مثل زبان مادری خودت صحبت کنی و هرچی لغت و اصطلاح جدید رو مثل بمب تو ذهنت منفجر کنی. پس اگه آماده‌ای که یادگیری رو به یک ماجراجویی خنده‌دار تبدیل کنی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا درس اول رو از دست ندی. منتظرتونم تا ویدیوی بعدی. فعلاً